یا ابوالفضل شیشه چرا اینطوری شده؟ این اصلا جای نگرانی نیست. این جای شته و شیره درختیه که روی ماشین شما افتاده. حتی ممکنه روی سپر یا بدنه ماشین هم اتفاق بیفته. راهش چیه؟ بیا تا بهت بگم. همینجوری که می‌بینید به راحتی با دست پاک نمیشه این شته شیره های درخت. با یه ابزار ساده مثل این که اسمشو آخر ویدیو بهتون میگم چیکار بکنید. حالا ما اینجا بازشو داریم، یه تست می‌کنیم ببینیم چه جوریه. یه مقداری حتما آب و مایع اگر باشه بهتره. به راحتی اینجا میکشید، چند دست این کار انجام بدین راحت پاک میشه. خب حالا میایم با دستمال تمیز میکنیم. خب همینجوری که میبینین کامل پاک شد. آقا همینطور که مشاهده کردین اسم این ابزار خمیر کلیه. برندهای مختلفی داره. اینی که ما استفاده میکنیم از برند مفراس ساخت کشور ایتالیا. با این خمیر شما میتونید خیلی راحت شیشه، سپر، بدنه ماشینتون رو باش تمیز نگه دارین. اگر میخواین بدونین قیمتش چقدره کلمه خمیر رو برام کامنت کنین.